امروز قرار بریم ارزون بهتر یا گرون؟ آماده ای؟ ارزون بفرمایید. بریم. خب بچه‌ها ایمان امروز قرار میام ما رو به یک چالش بکشونه. خب من نمیدونم چرا ولی چون حرف ما این کارو ما می‌کنیم میبازه. آیا درس عبرتی نشد برای آینده؟ دقیقاً کم غذا تو خوردی می‌خوای بازم ایمان غذا تو بخوره؟ جرزنی کردی. چگونه؟ خب میاد قوانین بازی تو بهم بگو. امروز با استفاده از کارت کومان یه سری چیزا براتون خریدم. بعضیاش گرونه، بعضیاش ارزونه. گفتم این شما کارت بدون اینکه بدونین کدوم گرونه کدوم ارزونه باید حدس بزنین. حالا با می‌دونی که ما لمس خیلی کردن، با قهاریم تست تو این کردن. کار. می‌دونی چند دفعه ما این کارو الان کردیم؟ من کارت از تو گرفتم دادیم. دقیقاً. امیدوارم حداقل آیتمای خاصی رو در نظر گرفته باشی. میدونی که ارزون و خاص. ما خیلی خاصه. اولا که اونقدر پول تو کارت نداریم. خب دوم ما که میدونی خیلی قهاریم تو اصلا این کار. کارمون اینه دیگه. کارمون دیگه گرون ارزون من 5 از تا دور آیتمه. میفهمم. خب 5 تا آیتم. خب اگر کمتر از 4 تاشو درست جواب بدین با تفنگ آبپاش خیس میشین. اون تفنگ آبپاشه بود که خیلی فشار سرما خانم سرما. تفنگ آبپاش خفنه نه؟ خب اگر ما درست جواب بدیم ما با تفنگ آبپاش تو رو میزنیم. نه. من آمادم. نه. من آمادم. من آمادم. بریم. نه. آقا آب خیلی نامردیه. واقعا نمیشه. چند بار من باید بسوزم از آب. آب آخه. مدف یکیش ارزون‌تره یکیش گرون‌تره. یکی از اون رنگا آب ارزون‌تره، یکی از اون رنگا یعنی یکی رو من باید گرون‌تره. بیا اول از اینکه جلو من شروع کنیم. بفرمایید. اختلافشون بو زیاده. میشه کرد؟ بوی هیچی میده. درست میگم؟ من بوی احساسم. یه لحظه از اونکی هم بخورم ببخشید. آب خوشمزه اصلا نیست. یه لحظه وایسا خیلی شبیه ولی این یکی خوشمزه نیست. این یکی بدمزه است. آبی خوشمزه تره. آره آبی رو من خوشمزه بیشتر قرمزی ذره بدمزه است تهش. انگار مثلا آب مونده دیدی مثلا آبتو میذاری تو ماشین میمونه مثلا بعد 3 روز اگه درشو باز کنی بخوری. آره یه تهمزه هاش خیلی آفتاب خورده آبه. اینی که گواراتره یکم. آره این آبیه رو من خیلی بیشتر ولی شبیه هم. نه اینقدر واسه فرق خیلی می‌کنه. فرق داره. این اصلا تهمزه گچی داره یه ذره. خب یعنی فکر کنی ارزون تر است اونی که پهمزه گچی داره. باید باشه دیگه مگه نیست. خب بیا نظرمون رو بدیم. خب اینا اینجا بود نه؟ آبی اینا شما. اینجا بود. خب تو میگی کدوم گرون تر است؟ اون منم نظرم رو آبی است. به نظرم آبیه خوشمزه تر بود برای همین حتما گرون تر فقط است. چون خوشمزه تر بود. آره دیگه خب حتما گرون گواراتر بود. آره یه ذره گوارای وجود بهتر بود. تک بودی دارین تصمیم میگیریم. آخه این نیست بدمزه بود خب یکم اگه اون قرمزه. گرون باشه دیگه میدونی. قرمزه یه ذره بدمزه بود یه ذره مزه آب جوب میداد. دقیقاً. درست حد زدین. گرون است اون؟ آره. جدی داری میگی؟ آره. ببین تفنگ آبپاشو بیاری. چند بود؟ رنگ قرمزه آب شیر بود $0. رنگ آبیه اسمش از آمازون ایر واتر خب که خودش با شیپینگش با تکسش در اومد $400. چیو؟ حاجی آبو نمیشه پس داد. میشه آبو پس آبو فرستاد؟ خوردیم چیو پس بفرستم؟ آب عادی میکنم توش کسی نمیفهمه. چه بند و بساطی داره. مگه باکس بلو لیبله که اینطوریه. خبر رو میبینی؟ اوه تو فهمدین چند؟ ببین خودش $192. چقدر شیپینگش شکیل. تقریبا $170. چقدر زیبا. تکس هم روش $42 خورده. اینش ببر داره. میشنوی اعدادو شنیدی؟ من هنوز تو فکر اینم اگه توش ما پر کنیم اندازه میتونیم پول پس بفرستیم. خودش ولی بعد از پول شیپینگ بدیم. دادیم. آب دریای آمازون رو خوردیم ایمان. مگه آمازون دریا نه داره؟ منظورم آب من فقط قیمت رو آب دیدم و بارون براتون آمد. خریدم. اسکلمون که 100% یارو به همون خندیده. باور کن اینا توش الکی پر کردن. ولی گفتیم خوشمزه تره دیگه. اگر آشغاله بود داره بهتره دیگه قبول کن. بهتره. نه $400. آره ولی تو گفتی من آب بهتره. دریا میخورم برای $400. از آمازون اومده. واقعا داری میگی 100% دروغه. آره دیگه. کسی از پیگیری کنه اینو؟ بابا کی میخره اینو به غیر از ما؟ $400 یه چند 750 میلی لیتر. یه لیتر هم نیست.
نوشته میست آف آمازون، یعنی انگار از هوا گرفته شده. آب هوای آمازون رو تا الان خوردی. میدونی تبدیل چه شده با یه میدونی تکنولوژی چه فوق‌العاده اکسپریانسی این واسه سختی خوده؟ چه تجربه ای کردی الان؟ آب هوای آمازون رو خوردی. جنگل های آمازون. میدونی $150 آب خوردی. نوشته فقط چیزتون آتشتون رو نمیخوابونه بلکه اکسیر زندگی رو بهتون میبخشه. بخوریم بخور اکسیر اسکار داشتم برای $400 هیچ اکسیری نمونده در بدن من. خوش شد اکسیرام. یارو چه تو پاچه ای میکنه. مطمئنم این آب خب میاد چشمندامون رو زدیم آماده ایم. گفتی چشمند بزن. درسته. آیتم بعدیتون روغن ریشه که من هیچ وقت دقت نکرده بودم مثلا این محصول وجود من داره تا رفتم برای شما بگردم. تو میزنی؟ بله. من تا نزدم. چقدر معمولا میزنیم؟ یه ذره روی دست بزن. چند قطره؟ وای چقدر خیس بود هرچی بودین. خیلی خیس شد دستم. وای وای خیلی چرب کردی دستم. میاد اینو تا ابد کل بدنمو میتونم با این. خب هیچ فیلتری چه خوشبوه. چه خوشبوه. ریشم چرب شد. چرا آدم ریشش چرب کنه ایمان؟ من تا نکردم این کارو. برای چی می‌کنی؟ کاندیشن می‌کنی دیگه. اول پوست زیر ریشت هم مهمه. باید بهش یه سری چیزا برسه بعد ریشو. خب این خیلی چرب و خوبه. اگر قرار باشه چرب کنی قشنگ چرب و بوشم خیلی دوست دارم. بیا بون کنم تو رو. خیلی نزدیک. قشنگ بود. بذار دستم بذار ریش تو یه چیز کجاست ریشه؟ ریشم بذار آره. نکستم. من به نظرم خیلی خوب. فقط خیلی میاد زیاد زده به دستم. ولی میدونی چیه با اینکه اونقدر روغن زد صورتمو چرب نکرد. آره به نظرم خیلی خفنه این. آره. من فکر می‌کردم الان روغن بزنم ریشم احساس چربی کنم و حال نده بهم. ولی اصلا احساس چربی نمیده. نه اون احساس چربی فقط فکر کنم درست حسابیه خیلی. آره دستام چربه. من با این خیلی خوبی هم داره. من با این خیلی خیلی حال کردم. آره من میتونم توش بخوابم. بعدیو میاری میا؟ اوه این چه گیاهی بچه ها چربیش خفن‌تره. این هم خیلی خوبه ولی کمتر عطر بیشتر بوی درخت میده. بعد چربیش هم فرق میکنه انگار جامدتره اونقدر سر نیست. نمیدونم این چی اصلا من تو اول با همچین بیرد اولایی آشنا شدم. چرا خوبن همشون. ببین دومی بوی شیک‌تری میده به من. نه بوی با کلاس تری داره. ببین الان هر چی میخوام با کلاس کنن گیاهیش میکنن. آره بعد چربیش هم اولیه خیلی رقیق بود دومیه یه چربی شیک‌تری داشت. منظور منو میفهمی؟ هنوز لیز نیستم آره چربیشو بیشتر دوست داشتم. بیا بود کنم الان که جفتش زدی. این بوگیای گرونه حاجی. من اگر یکی این برونده میگفتم حاجی این خیلی آره. من نظرم دومیه. برای چی؟ گرونتر است. گرونتر دومی 100% دومی. گیاهیه. مطمئنی؟ جفتم مطمئنیم گیاهی دومیه. جفتتون دارین اشتباه میکنین. اولیه گرونتر. وای دیگه نمیتونم. میتونم در بیارم اینو. اوه جعبه رو ببین. کدوم گرونتر است؟ اولیه از برند للابو $80 بود. اونی که آره دقیقاً اونی که الان دست کوروشه. مثلا این بیرد اول مگه بالای $10 داره؟ $80 آره. برای اون رقیقه گیاهی خیلی خوش میگذره یه کارت دیگه ای دست آدم باشه باش خرید کنه. تا الان فقط این دوتا آیتم $600 بوده. چقدر $500 تا الان پول دادی. اون یکی کرموه که بیشترم دوستش داشتیم. بعد رفته هیچ سه گرفتی که نتونیم پس بدیم. دیدی؟ از نیویورک دیده رفته این چیزا رو نمیشه پس داد. میا جدی اون یکی $7 بود. بلیس این قدی که ریخته رو زنینو بلیس ایمان. این یکی چند دلار بود؟ $7. $7 ببین واقعا $7 بیشتر میارزه. واقعا دارم میگم. من خودم بوی اون $7 رو خیلی بیشتر دوست داشتم. خیلی آره خیلی گیاهی تر و خیلی نچرال تر بود به نظرم. اون $8 عطری بود خیلی. فقط عطر داشت. آره دیگه معمولا عطرها خوب نیستن.
خب میام تنها یکی درسته؟ یه ذره استرس گرفتم. آیتم بعدی رو بیارم. کوسن داری؟ کوسن ما رسیدیم کوسن به امتحان کوسن. کوسن واقعا اسمه؟ کوسن بینم کوسن نیست؟ کوسن کوسن نیست؟ نه بابا کوسن. کوسن آره، کوشن کاشن از کوشن. کاشن میاد دیگه. بالش. من به این کوسن. البته من تو عمرم نگفتم حالا کوسن یا کوسن، همیشه میگم بالش. منم میخواستم بگم براتون بالش آوردم ولی بالش. ولی ایمان اینجوری گفت کوسن که اصلا خب من ندید میدونم که کدوم چیه؟ شکیل تره دیگه. بذار ما طلایی حاجین. آها کلشه. تو کلا اصلا یاد رفت امروز داریم چیکار میکنیم. نه من نمیدونستم. ما اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم که داریم به نظر تو من از اون بررسی کدومه؟ می‌کنیم. بذار خب بیا یه دقیقه این دست باشین دست من. خب من روش بخوابم. خب بخواب ببینم. من یه نیم ساعتی به یه آن چرت مهلت بده. بدیم. او اون خیلی نرم ولی تره. ببین چجوری ببین میره پایین آقا. این خیلی چغره. نه حالا نرم بهتره، سیستش نرم گرونتره یا چغر گرونتره. این خب خیلی بافندگی داره. من میدونم بافندگی کار گرونیه، یعنی کار ارزونی نیست. او رفتی بخوابی. آخه چه حسی داره؟ چرا عذاب. خوبه نه؟ اونم بده. کدوم راحت تر بود خوابه؟ اون راحت تر بود نه؟ 100%. من احساس میکنم که طلایینس اینم خب لاکچره دیگه. لاکچریه. مثلا الان طلایی ببین، لاکچره. این یه دولوکس. حس چیزی کلبه، مثلا من یه کلبه‌ای باحال دارم، بوهیمیان میگن بهش. ولی الان اونا هم الان میتونه. رو بورسه. ببین اگر این کار دست باشه، یعنی با دست بافتنده شده باشه، خیلی گرونه خب. ولی اینم این طلایینس روش هم خیلی من خیلی دوست داشتم به خاطر نرم بودنش هم دارم. من اینو خیلی بیشتر دوست داشتم. من نظرم رو اینه. طلایی طلایی گرون طلایی گرون. نرم‌تره مطمئنی؟ طلاییه. و مطمئنی؟ این بالشت معمولی به نظر میاد. اشتباس. اون بالشی که گفتین گرون تره برندشو نمیدونم، از آمازون خریدمش ولی $20. اون یکی گرون ارزونه $20. آره این چنده؟ اون یکی $1850. اصلا باورم نمیشد خودم عددش رو دیدم. نه جدی جدی $1850. آره. بعد من صورت چرم تگ مگ داشت همون صورت رو گذاشتی. من خوابیدم روش. اسکولی اونو باید پس فشارش بدی. دادی. تگ داشت روش. چون این روش تگ نداره الان. میدونی که تگو نه جدا میکردی. واقعا $1850 این نمیارزه. جدی دارم میگم. مثلا تهش $100. ببین دیگه من خودمو بکشم 49.99 بالایی نمیدم. یه ذره نمیدونم، من قیافشم اصلا دوست نداشتم، خیلی برام عجیب بود این قیمت. خیلی قیافه زشتی هم داره. بابا این پول کامپیوتر میتونی بخری. خیلی کارا میتونی خیلی بکنی. کارا با پول این بالشت میتونی انجام بدی. اصلا باورم نمیشه $1850. من اصلا کامفتبل نیست. مثلا راحت نیستم انقدر دستای چیه چرب بیرد اویلی بزنم بهش. دیگه بهش دست نمیزنم، ازش فاصله گرفتم چون که خیلی چربم. یعنی اینو میذاریم تو دکور اون دیگه اینجوری. نه ما کل دکورمون $1850. دکورمون فقط بالشت اون $2000 بعد نه. ته تریپه. واقعا فشار آره این نمیفته. دوربین رو بالشت هم $2000. آره این و بالشمون یه قیمت. مارک چرا حالا مثلا ورساچیه؟ ورساچ ورساچ اروس. نمیدونم نوشته بود The Elder Statesman. شاید خیلی معروف باشه ولی مثلا داری دیکانستراکتش می‌کنی؟ آره میخوام این هم می‌ذارم این پشتم. چیه؟ این هم می‌ذارم این پشتم. چیه دیگه؟ اینو کنار اون بذاری خب دیگه خیلی چقدر زشتن تو دکورمون جفتشون. خب میام آیتم بعدی ما آماده ایم. میشم اینی که به باخت خیلی نزدیک. ما تو همه چی باختیم امروز. و من توی این تیشرت بازی. ندارم. من اینجا خیس شدم. نمیبازی میبری. من نمیخوام مرسی. باور کنم چی داری تو دستات. چیه؟ شورت. این چه شورتیه؟
چرا اینقدر بلنده؟ چرا این شکلی چه شکم داره روی شورته میبینی؟ ناف داره. ناف داره چرا؟ چرا؟ شورت نافدار. ببین من مطمئن سیستم چیه. اینو آورده که مثلا فکر کنیم چیزی عجیب غریبه این گرونه است، ولی گرون نیست، چون جنسش آشغاله. من به نظرم این ارزونه است 100%. اینش گولزنک هستا ولی از این آشغالی هست. مال چه سالیه؟ داره این نوشته مال 1860. 100% این اصلا نداره هیچی توش. فقط دابلت نوشته استرچ کام. چقدر باحاله ولی این شیکمش زیر شیکم باش میاد. مال هالووینه دیگه 100. فکر نمی‌کنم هیچ وقت منو تو شورت با هم یه چیزی بگم این خیلی فاق تیزی داره پایینش. فاق تیزی داره. آره تیز فاقه. اگر اینا پاها باشن بذار دیگه سلطان شورت شدی. آره یه سر جفتمون مهذب شدیم با شورتا. ایمان داره یه دارم میبالمش باشه دست. خب آقا من نظرم دارم این ارزون است. شکم داره ارزونه. شکم داره کشی. این گرون است. قبول داری؟ بله این گرون است. اشتباه است. نه این چی اشتباهه خانم؟ این شکم داره. اون شکم داره $300. $300 پول شورت بدیم رو بکنیم. ما شورت نمیتونیم پس بدیم دیگه. دابلت با این همه که برنفت دیگه معلوم نمیشه مالی این شورتو. دست هم چرب بود یه ذره. اون یکی $15. $300 بدی که واقعا نمیارزه. این خیلی شورت آنکافتبلیه. من اینو نپوشیده بهتون میگم. این اصلا حال نمیده. این چه شورتیه این؟ آخه این چیه؟ کی اینو میخواد رو شلوارش آخه؟ کی همش نه دیگه رو نیست زیره. زیره. کی یه دونه ناف دوم میخواد توی شورتش؟ راست میگی. فکر کن یه ذره بیاد پایین. دوبل ناف. دو ناف 4 نافه میخوام باشه اصلا من. خب ما آماده ایم. آیتم بعدیتون مایع دستشوییه. مایع دستشویی $1750 مایع دستشویی. الان میبینیم. چیو میبینی؟ مایع دستشویی تمام طلا براتون آوردم از چجوری قبرس. امتحان کنیم آقای کوروش؟ راست میگی مایع دستشویی چیکار بکنی؟ من اینجوری دستاتون رو بیاری اینو میزنم بعد اونجا هم آبم داریم دیگه. کجا آب داری؟ ها ندیدین شما این وسط یه ظرف آبه که کف کنه اگه خواستین. سردم هست آبش. چقدر؟ دستتون رو بیاری. کنم؟ 5 پمپ زد. وای بسه. وای چقدر زیادی. چرا زیاد میزنی این چیزا رو؟ چه خوشبوه. وای من خیلی صابون دوست دارم. من یه بار یه صابون گرون گرفتم بعد تا ابد هی پرش میکنم. چقدر خوبه این. چه سر کرد دستم ایمان. با چشم بسته چقدر عجیبه دستم شستن. نه انگشتام نازک‌تر شده تو سر هر چیزی که بودن. نمیدونم منطق داره حرف دارم میذارم نه. خب این آب خیلی الان کثیف میشه. این ماهی خیلی ایده بدیه. سره بوش خیلی خفنه. من زودتر میخوام برم تو آبه. من خیلی وقت اون تو چقدر زیاد دیگه میخوای کف کنه یه ذره آب میزنی نه اونقدر. من دارم پاک میکنم دستمو. نه چیه بعد دستمو کثیف میکردیم پاک میکردیم ببینیم کدوم بهتر پاک میکنه. نه دستتون مگه چرب نبود؟ آره چرب بود دستم خدایی یکم. این باری که اینم مهمه. این واقعا برد چربیمو. ایمان داره میسا. این واقعا چربیمو برد. پاشی تو صورتم. دهنم باز بود. یعنی دارم تست. وای ببخشید نمیدونستم دهنت بازه. اصلا همه لحاظ داری. وای نریز. کی من؟ وایسی. وای ریختیم؟ کجا ریختی ایمان؟ کجا ریختم. ریختی؟ یه ذره آروم باش من دیگه. نمی‌رسم من دستمو کامل کردم اون تو تا آرنج. این واقعا خوشبو بود. این آره، این چی؟ خیلی کجا خوب این دست تو بود؟ این دست منه. مرسی. تو چرا هنوز کفی؟ کفی هم هنوز؟ من فکرم دیگه رفته. وایسا. تو رو خدا کمتر بذار. خب بیا همینجاش میشه هست. چیش مشخصه گرونه است؟ نه یا آشغاله است که نمیاد. آشغاله است که درش بدترایی شده. خب این از
آستینش نمیتونم درشو واز کن بریز تو دستم. کارو بکنم. خوبه. بس اوه این یکی اصلا غیره این یکی. این کرمه. آه چه خوشبوه. این عطری تره یکم. من نمیتونم. ولی اصلا میشنویم بچه ها. بذار ASMRش کنم. خیلی غلیظه، اینو دوست ندارم. اصلا کف میکنه این. من احساس میکنم اونی که غلیظ‌تر و غیرگونه تر بود گرون نیست. اون ارزون تر است. آره. آخه صابون باید بعد درش هم مشکل داشت. درش هم مشکل. ندیدم ولی احساس میکنم اون اگه گرون‌تر باشه مثلا $2000 چیز باشه در درست روش ببین میذارم. اصلا این اگر که بگی $2000 که من از این خونه میرم. ببین جفتشون در حد واقعا $5 مثلا یکیشون $10 باشه یکیشون $5 جای دارم میگم. واقعا اونقدی با هم فرق نداشتن. من رایم رو فقط اینشون غلیظ‌تر بود. خیلی شد. بعد نمیره این من همینطوری دارم آب آره میگم دیگه غلیظ آشغال دومی از ایناست که شیمیایی صنعتی معلومه نیست چه ابد از ایناست که چیزای طبیعی داشه اینا نه. من بوشم دوست نداشتم راست بخوای دومی. اشتباه گفتی. وای نمیتونم کوروش. اینجا در آوردی چیکار کردی؟ وای خب خانم شما بگید اینقدر این کوچیکه تشتمون. اوه اینا رو سوپرمارکت دیدم. اوه این گرون است نه این هم مارک همون شهباز دوست دارم. دیپتیک این دیپتیک چیه؟ جلد پارفوم. این عطری بهه عطری بود. دومیه. ببین درش تو من شاست زدم یه لحظه چجوری نریه پایینش بعد در بیاری بعد نه خیلی منطقی بود که اون بعد در بیاد. من فکر کنم چون که گرون‌تره اون یه چیز سیس بالاییه. این $70 اینی که تو دستته. $70 واسه انقدر؟ این خیلی کوچیکه واسه $70 حاجی. اون یکی $6. کارت ما رو بدید. این یکی 2 برابر این یکی هستن. من واقعا ولی بوی دومی اذیتم کرد. آره بوش خیلی تنده بوش. اصلا با خیلی غلیظه با خیلی تنده. $70. مگه میتونیم ما توی یه ویدیو انقدر هزینه کنیم؟ ویدیو خوب دیگه تمامش کنیم دیگه. مرسی وایس آقا مرسی تازه شروع شد میتونیم بریم دیگه. میا یه گوش شده میا یه لحظه اصلا وایسا ما در مورد قبل از اینکه کاری بکنی خب آیا شما باربیکیو کره‌ای نخوردید؟ ما بهت غذا دادیم خدایی غذا دادیم. گوش بده یه لحظه وایسا نه تو رو خدا از این فاصله نزنی ها. از این فاصله نزنی ها. خوردم قبلا. آب سرد توش نذاشتی که آب سرد توش نیست. یه گوش بده از اون فاصله نزن. اولا که من میخواستم غذا رو بدم ایمان غذاهاتو میخورد. من؟ آره ایمان غذاهاتو میخورد. نه ایمان غذاهاتو میخورد. خب من اونجا کاری نبودم. من هیچ کاره بودم. ایمان بذار ببینم اینجا کولی دادن به کمکت میاد یا نه. گوش بده نه گوش بده درد داره. صورت نزنی یا میاد تو رو خدا گوش بده نه ببین میاد این ضربش این ضربش نرمال نیست به خدا. این عادی نیست. وای نه خدا عادی نیست. گوش بده جنبه داشته باش بدبخت دست از روی ماشهش بردار. ما الان $2,000 میدونی اینام از بین بره خیلی دیگه این ویدیو سنگین میشه برام. نه من غلط کردم. ما غذاها رو ایمان خورد همه رو. من هیچی نخوردم. همه رو ایمان خورد. شاید هیچ کدومتون عذرخواهی نکردید. ببخشید من اشتباه کردم روز غذاهاتو. من اشتباه کردم. من غذا هیچ دیگه نمیخورم. من گوش شده یه لحظه وایسا تفنگ بیار پایین بدی توسعه. برای یادته بخشش میالندیا بر بخشش معروفن. آیا کیوی نخوردید؟ بهت کیوی دادم. آیا اون کیوی کافی نبود؟ دیگه ضربش دیگه وایسا واقعا دیگه غلط کردم. ببین یکی دفاع کنیم. بذار اول نوبت اول من که بذار اصلا من پا میشه از اینجا تو اول با ایمان سوال میرم اینجا میشینم. من اشتباه کردم. خیلی ضرب داره. بشینی خب من دیگه
میمونم اینجا دیگه، من دیگه نمیرم، من لباسی ندارم. اما من معذرت میخوام، من هیچ غذایی نمیخورم. وای کی میخواد اینجا رو تمیز کنه؟ خیلی خوش میگذره. تموم شد؟ آره دیگه چی نیست دیگه. هیچی نیست. من که حرف نزدم، شما همه چی تموم شد. تموم شد؟ یس یس یخ میذارم میاد. بچه امیدوارم شما مثل ما امروز کنید توی جایی یا گرد باشید. مثلا یعنی گهی پشت بزنین گهی زین به پشت. همیشه حواستون باشه و بخشنده باشین، مثل نیاز ظالم نباشین، مثل ما بخشنده و مهربان باشین. 100%. قلبای هنوز داره تیر میزنه بیا بهم هنوز داره تیر میزنه. بچه‌ها خیلی سوز دارم موضوع خودتون باشین. کامنت های بهتر این سری هم میارم بیایم که بخور ضعف نکنیم. بای بای. جوجو داره توش؟ جوجو واقعی یا دونه؟ بچه‌ها الان که داشتم جوهر رو میوردم اونور توش جوجوه. جوجوه واقعا؟ نه جوجو نیست، ولی توش آشغال قشنگ. وای یه سری چیزای سفید. وای چی کرده یارو این تو حاجی؟ بذار ببینم بچه‌ها میتونم نشون بدم جوجوها رو میبینن؟ آره معلومه. بیارش آره. بالاتر. وای قشنگ. دیگه دارم میگم اصاره زندگی داری میخوری دیگه. من هیچ علاقه ندارم اینو تست کنم. مرسی ممنون. پاشین